پدر با پسر گفت به قهر که تو آدم نشوی جانی پدر. حیف آن عمر که ای به سر و پا در رهی تربیتت کردم صرف. دل فرزند از این حرف شکست، به خبر از پدرش کرد سفر. رنج بسیار کشید و پس از آن زندگی گشت به کامش چو شکر. عاقبت شهرت و دارایی یافت، حاکم شهر شد و صاحب زر. چند روز بگذشت و پس از آن امر فرمود به احضار پدر. پدرش آمده از راهی دراز نزد حاکم شد و بشناخت پسر از غایت و خودخواهی و کبر نظر افکند به سر و پای پدر. گفتی که تو آدم نشوی، تو کنون شهمت و جا هم بینگر. پیر خندید و سرش داد تکان، گفت این نقطه برون شد از در. من نگفتم که تو حاکم نشوی، گفتم آدم نشوی جانی پدر.